سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ستاره هستم. آموزش امروزمون کار با ژل بیلدر و پیگمنت و شاین هست که به چه صورت ما ژل کاشتمون رو رنگی یا شاین دار کنیم. خب میریم برای شروع یک مقدار از ژل من از ژل بیلدر استفاده می کنم. یک مقدار از ژل بیلدرم رو داخل ظرف می ریزم و پیگمنت مورد نظرم رو انتخاب می کنم. من از رنگ سرخابی می خوام استفاده کنم، از پیگمنت سرخابی. خب یه مقدار از پودرم رو خودتون میتونین بسته به سلیقتون عزیزان که میخواین ژلتون خیلی پررنگ بشه یا درصد رنگش رو خودتون میتونین انتخاب کنید که ژلتون کم رنگ باشه یا پررنگ. خیلی آهسته با هم کار رو ترکیب میکنید طوری که داخل ژلتون حباب نگیره. خب ببینید عزیزان، همینطور که ملاحظه میکنید من با پیگمنت ژل رنگی درست کردم برای کاشتم. خب میخوام این ژل رنگی رو شاین دار کنم. پس میام از خب همینطور که ملاحظه میکنید ببینید پودر شاین دار رنگ بندی مختلفی داره، بسته به سلیقتون داره که چه ترکیب یا کاشت گریمی میخواین شما انجام بدید. من از این پودر میخوام استفاده کنم. یک مقدار با هم ترکیب میکنم. زمانی که کاشتتون رو انجام بدید متوجه میشید که تیپ کارتون به چه سبکه. ببینید خب من مواد کاشتم رو آماده کردم. میخوام فقط ترکیب رنگش رو، حالا غیر از این که داخل کاشتگیری انجام میدم تو کلیپ های بعدی ببینید دوستان، فقط الان صرفا جهت این که شما این کار رو ببینید که به چه صورت در اومده. یک مقدار از ژل رو برمیدارم و روی ناخونم میگذارم. ببینید عزیزان، هم داخل کاشت من ژل من شاین داره و هم ژل بیلدر رو دوستان من با پیگمنت رنگش رو تغییر دادم، صورتیش کردم. یه رنگ دیگه هم درست میکنم که شما عزیزان ببینید. میذارم داخل دستگاه کارمو تا شما ترکیب کار رو متوجه بشید، هم رنگ بندی و هم شاینشو. یه مقدار از ژل بیلدر رو برداشتم با رنگ کروم طلایی دوستان. ببینید به این صورت
با هم ترکیب کردم. به این سبک کار من در اومد. خب الان این کار هم روی قسمت ناخونم میگذارم. توی کاشتی دیدین شما خیلی راحت میتونید از این ترکیبای کار استفاده کنید. با پیگمنت آبی این دفعه کار میکنم. ببینید از این پیگمنت میخوام استفاده کنم. یک مقدار از ژل بیلدرم رو برمیدارم و از پیگمنت آبی با هم مخلوط میکنم کار رو. خب روی کاشتم از این کار میزنم، از پیگمنت آبی. ببینید دوستان، پس ما برای کاشت میتونیم از پیگمنت ها به این صورت استفاده کنیم. با یک مقدار ژل ترکیب کنیم برای کاشت هایی که اگه میخواین کاشت ژلی. این قسمت کاشت صورتی من شاین داره و از پیگمنت آبی و طلایی استفاده کردن. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشین دوستان گلم. تا آموزش بعدی شما عزیزانو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون عزیزان.